امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس آگنتی چین اید به همکاری‌های رشد بین المللی چن سیاودون که با سفر کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات انجام دادند. در آغاز جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوستانه و همکاری استراتژیکی تاجیکستان و جمهوری مردمی چین را مورد بررسی قرار داده از سطح بلند مناسبت‌های دو جانبه اظهار قناعتمندی نمودند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از دستگیری‌های پیوسته جمهوری مردمی چین در عملی سازی لایحه‌های افضلیتناک اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان اظهار سپاس نموده آمادگی جانب تاجیکستان را جهت گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند تاکید کردند. تاکید گردید که همکاری با آگنتی چین اید به همکاری‌های رشد بین المللی در تطبیق لایحه‌های اجتماعی، اقتصادی و انفراستراکچوری برای رشد استوار اهمیتی مهم دارد. در این زمینه جانب‌ها مسئله‌های توسعه همکاری در بخش‌های انرژتیک، صنعت، نقلیات، کشاورزی، رشد انفراستراکچور، رقمی‌کنونی، تندرستی و معارف، آماده‌سازی متخصصان و تطبیق دیگر برنامه‌های رشد اجتماعی را محاکمه نمودند. در فرجام ملاقات جانب‌ها آمادگی خود را به تکمیل وعده همکاری‌های عملی تاجیکستان و چین از جمله برای ادامه همکاری و تطبیق لایحه‌های نوی رشد از جانب آگنتی چین اید به همکاری‌های رشد بین المللی ذکر نمودند.